با ساحه صنعتی تبدیل یافتن ظرفشویی در افغانستان میل مجروی رودی پنجرو به سمت تاجیکستان و همچنان خطر سیل و آبخیزی را در این سوی مرز بیشتر کرده است. سردار اداره کمیته حالت‌های فوق‌العاده در منطقه کلوب میگوید سربند و آبانبارهای ظرفشویی در آن سوی مرز باعث تغییر مجرا میشوند. یکی از سببش همین چی شدن اونجا آمدن دیدن. یکی از سبب از طرف دولت همجوارمون همین با استخراج کیلو آنجا کوکار کسان چیل سوس کردن این دنبایی که کدستن همون کار مجبور او طرف توجیستان آورده است. ظرفشویی صنعتی در افغانستان همسایه 3 سال پیش سر شده است و تغییر مجرا طرف تاجیکستان را وادار میکند دست به ساحلبندی زند. این روند را یک هیئت دولتی تحت سروری معاون سروزیر نظارت میکند. ماه گذشته هیئت از منطقه های خطرناک در ناحیه های همدانی و فرخار دیدن کرد. قرار شده است که از سوی تاجیکستان آبگردان های کلان ساخته شوند. وزارت کاری خارجه همه را همجا موظف کردن از همین خط کوربای است لایه شدگی ایامو سربند که شما گفتین ایامی واسط کنار چوبه طرف همجا تو در روزی 5 کیلومتر همجا در چی میشه سویلبندی و آبگرداناش کروی کلان ساخته میشه. با دیگر شدن مجرا ساحل 5 به دهات نزدی مرزی نزدیکتر می شود. سال گذشته دهه های ناحیه فرخار زیر خطر آبخیزی بودند. با گذاشته شدن تخت سنگ ها پیش راه خطر گرفته شد. رئیس ناحیه فرخار گفت که این کاری ساحل بندی تا حال دوام دارد. حالا در ساحل 5 نه تنها افغان ها بلکه چینی ها هم به دریافت طلا مشغولند. گروه از آنها از مرز گذشته وارد تاجیکستان گشت و بازداشت شد. چند پیش حکومت طالبان در اینجا با سرمایه‌گذاری چین باز یک کارخانه ظرفشویی تأسیس داد. آب 5 دارای خاکه طلا است و حکومت تاجیکستان هم در فکر تشکیل کارخانه های ظرفشویی در ساحل این رود است، ولی الحال تنها با استوار کردن ساحل و پیشگیری از سیل مشغول می باشند. شهروندان تاجیکستان هنوز حق ظرفشویی در این منطقه را ندارند.